سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ شبکه اینستاگرام من به حالت تعلیق در اومده با کلی دوست و فالوور واقعی. نمیدونم علتش چیه، ولی خب یعنی میدونم خب بالاخره به تعلیق برام، ولی خب توی این 12 13 سالی که از 2012 که اینستاگرام اومده من عضوش هستم و تا به حال این اتفاق برای من نیفتاده که الان افتاده و خیلی خیلی از دوستای دیگه هم این اتفاق براشون افتاده. در حال اومدم بگم که تصمیم گرفتم که توی یوتیوب هم فعالیت کنم به امید اینکه شما حمایت هم کنید و مثل همون اینستاگرام دوباره دوستای زیادی دور هم دیگه جمع بشیم و اونجا هم یه فضای گرم دیگه ای رو به وجود بیاریم. همتون عاشقانه دوست دارم و من همینی هم که هستم، چیزی واسه تغییر دادن و یا اینکه بهش اضافه کردن ندارم. دوست دارم که توی یوتیوب که اونایی که الان منو دارن توی یوتیوب میبینن فالو کنن، دکمه سابسکرایبشون رو فعال کنن و از من حمایت کنن. الهی قربون همتون بشم. من عاشقانه همتون رو دوست دارم. بعدن که با من آشنا شدین بیشتر منو میشناسین.